یه روز جذاب دیگه تو گروه VIP و اگه با من همراه باشی میخوایم نمونه معاملات، نحوه تشخیص و حتی تریدایی که انجام دادیم و با هم دیگه صحبت بکنیم. روزی که خیلی قشنگ بازار کار کرد، دوتا اتفاق جالب، دوتا اعلام نتیجه خوب داشتیم. میونه این همه اعلام نتیجه امین عزیز یه روز فوق‌العاده رو برای اولین بار تو 3 سال اخیر معامله گریش داره طی میکنه. فوق‌العاده جذاب و یه مجموعه ترید جذاب از دکتر که به این سبک در واقع کار کرده. تریدهای بی نقص، نگاه کنید تعداد ترید بالا و البته با دقت. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 که بعضیاشو 2 بار در واقع مدیریت کرده. بعضی از معامله ها کاملا مشخص 9 تا معامله پی در پی، یه دونه ریسک فری و بقیه سود. این دقت معامله گرایی که 2 تا معامله گر امروز تو گروه فوق العاده جذاب این رو به نمایش گذاشتن و لذت میبرم و دوست داشتم که این رو هم به عنوان تشویق هم به عنوان افتخار در حقیقت برای بچه ها بگم. اما بریم در کنار این که امروز خبر داشتیم. خبر PMI بود، خبر S&P بود، داستانهای مختلف. 6 و 46 دقیقه، یه رو بعد باز شدن سهام، این وایسی بود که توی گروه فرستادم. شاخصا به نظر آماده خالی کردنم. خبر S&P هم منفی اومد. داو جونز که 5 دقیقه خیلی قشنگ حرکت کرد. 5 دقیقه داو جونز رو کاملا دارم میگم. نزدکم به نظرم 1 دقیقه میتونه. بیت کوینم نزدکم دارم میگم 1 دقیقه میتونه. بیت کوینم توضیح میدم. بیت کوین امروز یه معامله بای داشتم که خیلی شانس آوردم، سریع اون معامله بای رو بستم و خودم رو نجات دادم. بعدش بلا فاصله بازار شروع کرد به ریزش و حرکت های جالب، نتایجی که اول صبح بچه از S&P شون میذارن. همینجوری اومدیم پایین توضیح دادیم تا لحظه بسیار جالب. نگاه کنین نوشتم دارن آماده میشن. 5 دقیقه تا خبرها جالب بود و یه بار دیگه به بچه ها میگم داو جونز 5 دقیقه، نزدک 1. ببینین با این عدد سرویس نریزن جالبه. این داو جونز 5 دقیقه‌ای تریدشو گذاشتم. دقیقه ها رو میتونین ببینین. بازار خیلی سریع، اما سعی میکنیم تریدا رو بذاریم. داوود زده، نزدک در واقع ریسک فری، فاطمه اینور یورو یو اس دی رو رحیم ترید کرده، دکتر نزدک رو ترید کرده، اینور یو اس سی اچ اف حمید گذاشته. نگاه کنین تریدرها تون تون معامله گرا داریم میذاریم. نگاه کنین یه جای نفر در حقیقت آزی رو ترید میکنه، یکی داو جونز. ترید داو جونز فوق العاده جذاب حرکت کرد. نوشتم اپل هنوز نریخته بود. یه حرکت جالبی بود که اپل نریخته بود. 5 دقیقه رو منتظر بودیم که بریزه. داو جونز رو دان کردم، سوئیسی رو تشخیص دادیم، حرکت رو چند تا چارت دیگر رو در واقع مد نظر قرار دادیم. یورو یو اس دی رو خیلی قشنگ بچه ها ترید کردن. دوباره زدم نزدک 1 و 5، نزدک رو گذاشتیم. دوباره واچ لیستی که دارم میذارم 7 و 20 دقیقه. ببینید چقدر سریع کامنت ها رد میشه و میاد. حالا در حقیقت فد هست، فد میاد سخنرانیشو گذاشتیم، دونه دونه میان حرف میزنن و موقعیت بعدی نگاه کنیم چقدر قشنگ حرکت. بچه ها نزدک رو دارن شکار میکنن، حرکتی که به این سبک خیلی قشنگ این نزدک رو شکار میکنن بچه ها. معامله بعدی که خیلی زیبا بچه ها کار کردن و اومد پایین تر تا اینکه رسید یه مقداری شاید 40 دقیقه بعدش. گفتم آینده بازار رو سلاف میبینم. یه صدرا داشت صحبت میکرد زیر S&P، گفت اوردر بذاریم 5 دقیقه. مشخص بود. الان بیارم چارتشو کاملا مشخص معاملاتی که بچه ها انجام دادن. خیلی قشنگ داو رو گذاشتیم، نزدک رو دوباره 1 دقیقه گذاشتم. ببینیم برای بچه هایی که دارن کار میکنن داو تریدش نزدک بچه ها فعال. نزدک چیکار میکنه؟ نزدک حرکتش خیلی قشنگ
نرم راحت و این معامله. نگاه کنین نمونه معاملاتی که هر روز داریم تو گروه با بچه ها پیاده میکنیم. این اسمپیه که همینجا بستم، خیلی خوبم شد بستم چون یه حرکت برگشت رو تجربه کرد، جالب بود. نزدک فوق العاده جذاب رو ناحیه پایینی معاملات رو سود میگیریم. بعضی از بچه ها سودای پایین تر گرفتن، البته رسید به نواحی پایین تر، اما خب در طی یه روز ادامه روز واکنش نشون داد، حتی پایین تر هم سلافایی داد که این نزدک هایی است که بچه ها میزنن. S&P رو بستیم و حرکت زیبای داو جونزی که حمید ترید کرده، اسماعیل نزدک رو زده. نگاه کن چقدر قشنگ تیپی هیت میشه. اگه با من همراه هستی از طریق کانال یوتیوب، هر هفته این تکنیک ها رو داریم به نمایش میذاریم. اینا رو به عنوان الگو بگیر، سیو کنین چارتا رو برای خودت و هر روز اجراش کن. نگاه کنین دلیل این معامله، حرکت رو دیدیم رسید به سقف، چرخش قیمت روی سقف. البته اچوانش رو یادت باشه ابتدای ویدیو تو کامنت ها تو گروه گذاشته بودم اچوان جای خوبی رسیده و وقتی جای خوبی رسیده بود اومد شکار کرد، ضعف بایرا و یه سل زیبا تا کجا؟ تا ناحیه مقابلی اسکلپ خیلی خوشگل و روون توی نزدک. حرکت دومش بود، یه 2% زیبا. واقعا شکرگزار هستیم برای این معاملات خطی که این تیکه رو خوب تونستیم با بچه ها کار بکنیم. همچنان یه تعدادی از بچه ها تو آموزش هستن و داریم این مراحل رو با هم طی میکنیم و به امید خدا تعداد این معامله‌گرایی که در کنار ما هر روز به این زیبایی با یه دونه کامنت من که فقط بذارم واچ لیست نزدکی دقیقه یا بذارم آینده بازار سلاف، میدونن دیگه پلن چیه و فقط میرن اجرا میکنن و نقاط ورود. و توی این بازار باید مدیریت سرمایه داشته باشی تا بتونی از فرصت‌های فراوونی که بازار در اختیارت قرار میده استفاده کنی. اگه تازه وارد این بازار شدی، اگه اولین بار میبینی، فارغ از تبلیغ و بگی گروه وی آی پی نشون داد، این ویدیو رو یه بار دیگه بزن عقب، فرمیشن های چارتایی که در واقع امروز کار کردیم و ببین. این در حقیقت معاملات این قسمت لایو هست، این قسمت لایو در واقع گروه وی آی پی. همین الان بچه ها دارن کار میکنن، هر روز رفع اشکال داریم و هر روز هدفمون اینه که در کنار بچه ها بتونیم لحظه های زیبا، لذت بخش و تریدهای عالی رو در حقیقت کار بکنیم که بتونیم. اینم معاملات آخری هست که گذاشتیم و بچه ها حتی نزدک و داو جونز رو این آخر سری هم تو گروه ترید کردیم. اگه اینجایی بدون هدف آموزش یاد بگیر و میدونم تو این 2 ساعت بازار نیویورک بازار رو چجوری میتونی نگاه بکنی. اگه دوست داری ساختارا، نحوه نگرش و دیدگاه من رو توی این 2-3 ساعت بازار نیویورک یاد بگیری، اول کانال یوتیوب، دوم اگه دوست داشتی گروه وی آی پی و دوره های آموزشی به توصیه میکنم. هفته پر از برکت رو داشته باشی. پنجشنبه و جمعه بی‌نظیری رو برات آرزو میکنم.